سرخط خبرهای مهم. شرح وزارت کارهای داخلی: شمع سبب سوختار و مرگ کودکان شد. حبس 3 تاجیکستانی در روسیه با اتهام مبلغ گذاری تروریسم. و امریکا مرزهایش را برای شهروندان 12 کشور بست. سلام بیننده های گرامی، چون همیشه ساعت 10 به وقت دوشنبه شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 10 ایون. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر هلاکت نابالغان در شهر وحدت را شرح داد. به اطلاع نهاد در پی سوختن منزل در شهر وحدت 3 کودک به هلاکت رسید. حادثه 7 ایون در دهه جنگل‌آباد یک روز بعد از عید قربان رخ داده است. وزارت کارهای داخلی میگوید ساعت 23:51 7 ایون در منزل استقامتی کریم خالمرادوی 37 ساله ساکن همین دهه در مساحت 35 متر مربع سوختار به عمل آمده است. در نتیجه دود غلیظ 3 فرزند نابالغ این عائله فقیدند. وزارت سبب سوختار را به نظارت گذاشتن شمع گفته است. با گفته یک همصحبت رادیو آزادی، یک روز پیش از حادثه در دهه برق نبود و والدین 3 کودک فقیده در خانه شمع روشن کرده بودند. کاربران رادیو آزادی با ارسال نوار از جای حادثه گفتند کودکان فقیده 5، 8 و 10 ساله بودند. با گفته مؤلفان 2 خانه پوره سوختند. فعلا معلوم نیست که در وقت سوختار والدین کودکان فقیده در کجا بودند. وزارت کارهای داخلی میگوید تحقیق این حادثه ادامه دارد. یک دادگاه حربی در روسیه 3 شهروند تاجیکستان را در مبلغ گذاری فعالیت تروریستی گناهکار دانسته آنها را از 8 تا 9 سال زندانی کرده است. دفتر مطبوعات دادگاه دوم حوزوی حربی در شهر چیتا روز 9 ایون خبر داد که شهروندان تاجیکستان قیوم‌الدین اسمانوف، شمس‌الله دولتبکov و سلطان خوجا کریموف به سازمان در روسیه ممنوع بین‌المللی یوری رساندند. از این افراد طرفدار عقیده‌های افراطی اسلامی نام برده شده است که گویا پیوسته مبلغ جمع‌آوری کرده و به کارت‌های بانکی اعضای سازمان تروریستی انتقال می‌دادند. با قرار دادگاه اسمانوف و دولتبکov به 8 سالی زندان و کریموف به 9 سالی حبس و 300,000 روبل جریمه محکوم شده است. معلوم نیست که این شهروندان تاجیکستان با کدام سازمانی در روسیه ممنوع بین‌المللی کمک کردند. در خبر دادگاه موقع محکوم شده ها به این اتهام آورده نشده است. همزمان جزئیات دیگری وابسته به پرونده از جمله اینکه محکوم شده ها کی هستند و تا کجا اتهام ضد آنها اساس دارد معلوم نیست. شبهه به عدالت دادگاهی در روسیه به ویژه نسبت به شهروندان تاجیکستان که از قشر حمایت نشده و آسیب پذیر در کشور دانسته می شوند سالهای اخیر خیلی زیاد صدا می دهد. در ایران که یکی از بزرگترین ذخیره‌های گاز در جهان را دارد، قطع نیروی برق برای صرفه‌جویی به صاحبکاران و کارخانه‌داران زیانی زیاد می‌رساند. در این کشور هم مثل تاجیکستان لیمیت وجود دارد، ولی هفته یک بار. تاجران و صاحبکاران میگویند با ثروتی که ایران دارد برق نباید قطع شود و مشکلاتی که حالا هست به سبب مدیریت نادرست میباشد. همکارمان طاهری سفر گزارش میدهد. در این کارخانه استحصال مبل در تهران کارگرانش هفته یک بار در روزهای کاری ناچار در خانه میمانند. سبب هم قطع نیروی برق در این کارخانه است. موقعی که برق میره 100% من اون روز باید تعطیل کنم، چون اصلا کارم فقط برش با برقه. اون روزی هم که تعطیل میشه حقوق ندارم. بعد کارفرما مثلا میگه اون روزی که تعطیل کردی مرخصی حساب میشه. الان روز هفته 2 بار برق میره، یعنی ماهی 8 روز برق میره. خب 2 روزش رای مرخصی، 6 روزش باید از حقوق هم کسب بشه. سیستم تامین برق آب در ایران به سبب نبود سرمایه، استفاده بیش از حد، کاهش تولید گاز، آبیاری کم‌ثمر همه در یک جا سبب قطع نیروی برق و نارسایی آب در ایران شده است. ما کمبود انرژی داریم. الان کمبود انرژیمون زیاده، خیلی هم زیاده. مثلا ما مجبوریم صنعت رو قطعش میکنن به 80-50% که به مسکونی بدن. قطع نیروی برق سبب شده است که مردم ژنراتور هرچی بیشتر بخرند تا در صورت ضرورت آن را به کار اندازند. خیلی بیشتر شد. شما 2 سال پیش مثلا ماهی 2 تا مصاحبه میشه، الان داری هفته 20 تا میفروشی.
در این میان مغازه‌ها هم زیانی زیاد می‌بینند چون به نیروی برق شبانه روزی احتیاج دارند. به قول صاحبان این مغازه‌ها ضرر اقتصادی است. قطع نیروی برق کم نیست. واقعا این ضربه‌ای که به حالا کار ما زده سر چراغ مغازمون و دیگه نمیدونم، حالا ما مجبور شدیم که موتور برق تهیه کنیم بابت این موضوع. ولی خب گرما هستش. الان ما اینجا نگاه کنید، حالا فریزر داریم، 10-11 تا فریزر هست، بستنی آب میشه و اینکه حالا توی یخچال خب بالاخره لبنیات هستش، اینا خیلی به ما ضرر میزنه. هم صاحب این مغازه و هم دیگران میگویند در کشور به مثل ایران نباید چنین مشکلی وجود داشته باشد. توی ایران کشوری به این ثروتمندی واقعا منابعی که حالا داریم گازی و نفتی و اینا، این انتظار نمیره. کشور ایرانی که وقتی همه چی داره، آب داره، برق داره، گاز داره و 4 فصله، مگه میشه قطعی برق باشه؟ مگه میشه کمبود آب باشه؟ مثلا میشه سوء مدیریت دیگه. رسیدگی نمیشه. مقامات رسمی ایران در گذشته برای قطع سراسری برق در شهر و ناحیه‌های کشور که سبب تنقید زیادی حکومت شد از مردم عذر پرسیدند. عین زمان گفتند که سبب نارسایی برق از جمله افزایش طلبات، باران کم و بی در آب انبارهای نیروگاه‌های کشور بوده است. از 9 ایون فرمان نوی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ برای منع ورود شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان و ایران، کشورهای میانمار، چاد، کنگو، گوینه، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن به اجرا درآمد. علاوه بر این ممنوعیت، محدودیت بیشتر برای مسافران کشورهای بوروندی، کوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا هم جاری شد. در یک توضیحاتی که روز جمعه مقامات این کشور نشر کردند گفته شده است که روادید یا ویزاهای قبلی که به شهروندان این کشور داده شده بود اعتبار خود را نگاه می‌دارند و دارندگان آنها می‌توانند به آمریکا واریز شوند، اما درخواست نوی شهروندان این کشور از این به بعد به استثنای حالت‌های معین رد کرده می‌شود. در همین حال بنا به خبر رسانه‌ها روز دوشنبه در فرودگاه‌های کلانترین آمریکا تغییرات جدی به نظر نمی رسید. تصمیم نوی دونالد ترامپ در مورد منع سفر شهروندان برخی کشور در حالی است که او در ماه ژانویه به وزارت کارهای خارجی، وزارت امنیت ملی و دیگر نهادهای کشورش دستور داد که تا درباره نگاه دشمنانه نسبت به آمریکا یک گزارش تهیه کنند. همچنین در این فرمان گفته میشد بررسی شود که آیا ورود از برخی کشورها برای امنیت ملی تهدید به شمار می رود یا نه. با گذشت یک هفته پس از انجام موسم بهاری دعوت به خدمت حربی، وزارت دفاع تاجیکستان از آمادگی‌ها برای دعوت حربی تیر ماهی خبر داد. در جلسه مشاوره این نهاد که سامانه وزارت نشر کرد، گفته شده است برای دعوت حربی با صفت تیر ماهی در همه شهر و ناحیه‌ها چاره‌بینی‌های پیش از دعوت برگزار می شود. به اطلاع منبع این اقدام از جمله با مقصد راه ندادن به کمبودی‌ها و تشکیل با ثمر کار کمیسی‌های دعوتی راه اندازی کرده می شود. روز 31 مای موسم بهاری دعوت به خدمت حربی در تاجیکستان به پایان رسید، اما وزارت دفاع هنوز روز 1 مای از اجرای پوره نقشه دعوت حربی بهاری خبر داده بود. به گفته کارشناسان وجود مشکلات جدی مثل مهترسالاری و مناسبت‌های غیر آیین‌آمیز در بین نظامیان بسیار جوانان را از خدمت در ارتش دلسرد می‌کند. حادثه‌های مرگ سربازان در ارتش هم ثبت شدند، ولی در بسیار حالت‌ها سبب‌های واقعی این حادثه‌ها به والدان جامعه گفته نمی‌شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 10 ایون خبر می‌دهد. در اوج پاندمی کرونا ویروس 10 ایون سال 2020 مقامات در تاجیکستان نسبت شهروندان و مطبوعات برای به قول آنها نشر اخباری غلط درباره بیماری‌های سرایت مجازات تعیین کردند. این عملی مقامات که در نشر خبرهای مربوط به پاندمی ناشفاف عمل نمودند
ҳамчун талоши пинҳон кардани воқеияти вазъ интиқод шуд. баъди интихоботи парлумонӣ ки ба он ҳеҷ як намояндаи мухолифони воқеӣ роҳ наёфт, шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати исломӣ 10 июни соли 2015 қарор кард ки раҳбари он Муҳиддин Кабирӣ муваққатан ба Тоҷикистон барнагардад. 3 моҳ баъд ҳизб дар ташкили ошӯби генерал Назарзода муттаҳам ва аъзои раёсати он боздошт ва худи ҳизб террористиву мамнӯъ эълон шуд. ҳизби наҳзат ин иттиҳомотро ҳамеша чун бепояву асос рад кардааст. 10 июн зодрӯзи фаъоли ҳуқуқи башар Ойниҳол Бобоназарова аст. як фаъоли ҳаракатҳои демократии солҳои 90 танҳо зане ки омода шуд дар интихоботи президентӣ номзад шавад ва барандаи ҷоизаи амрикоии зани шуҷоъ то имрӯз дар амри ҳимоят аз озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ талош ба харҷ медиҳад. бонки миллӣ субҳи имрӯз 1000 рубли русиро ба 125 сомонӣ, 100 евро 1131 сомонӣ ва 100 долларро 990 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, сипос ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. агар назару пешниҳоде доред ба мон нависед. то барномаи баъди, худо нигаҳдор.